چه رنگی فرش بخریم؟ این ویدیو به شما یاد میده تا انتخاب صحیح رنگ فرشتون رو انجام بدید. توی این فرش دقت بکنید، ما یه رنگ زمینه اصلی داریم که رنگ کرم هست و یه رنگ داریم که ثانویه است که توی قسمت حاشیه و ترش به کار رفته. نکته مهم اینه که رنگ مبلمان و رنگ پرده شما باید با رنگ ثانویه فرشتون یعنی سبز ست باشه. نکته دوم اینه که از یه پالت رنگ باشه، رنگ مبلمان و پرده‌تون با فرشتون منتها سیر و روشن باشه. اگر کرم نسکافه با حاشیه طلاییه میتونید رنگ مبلمان و پرده‌تون رو از این تیره‌تر یا از این روشن‌تر بردارید. یا اینکه میتونید از رنگ‌های مکمل استفاده کنید. توی پالت رنگ سبز و قرمز با همدیگه در تضاد و در تکمیل کننده همدیگه هستن. اگر که فرشتون رو سبز انتخاب میکنید میتونید مبلمانتون زرشکی و لاکی باشه، یا معکوسش اگر که فرشتون لاکی هست میتونید طیف رنگ‌های سبز رو برای مبلمان پرده‌تون انتخاب بکنید. یه وقتایی هم فضای خونمون کوچیکه و الان امکانش یا بودجهش رو نداریم که جابجاشیم. توی این شرایط بهتر فرش‌های با رنگ روشن و نقشه افشان استفاده کنیم مثل این کار که میتونه بازتاب نور بسیار زیادی داشته باشه و فضای شما رو بزرگتر نشون بده.